گزارش همکارم فرزان محمدی را از ولایت سوخت تماشا کردید. در این حال همکاری دیگر هم طاهری سفر جریان سفر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به قرقیزستان و تاریخ مذاکرات با این کشور درباره مرز را پیگیری میکرد. من قبل از برنامه درباره عامل‌های به نتیجه رسیدن دو طرف و تعیین خطی یک سرحد پرپیچ و تاب با او صحبتی داشتم. از جمله من از او پرسیدم که چی دو طرف را انگیزه داد که در مدت کوتاه توانستند به موافقه برسند. بله شالا پیش از همه تکراری جنگ و مناقشات در مرز ظاهرا دو طرف را مجبور کرد یک جا بنشینند، نقشه‌های زیادی را خط زنند و از نو بکشند. طوری معلوم پیش از سال 2021 جنجال‌ها در مرز اساساً در سطح محله و دهات بود. آتش درگیری گاه میان مردمان تاجیک و قرقیز در سر آب و زمین و چراگاه شعله‌ور میشد و پاسبانان جوان مرز از هر دو طرف را هم به جنگ و خصومت میکشاند. جنگ و مناقشات طوری گفتم تا سال 2021 تنها پراکنده و تیراندازی کوتاه مدت و انگشت شمار بودند، اما وضع بعداً تغییر کرد. در مناقشه در ماه می این سال از توپخانه استفاده شد. قرقیزستان پهپادهای ترکی بیرقدار خرید و با تبلیغ زیاد آنها را به کار برد. در عموم مناقشه‌های به تکرار در سال 2021 و سال 2022 بحران را عمیق‌تر و تلفات را از هر دو طرف زیاد کرد. در گزارش درباره جنگ 4 روزه ماه سپتامبر سال 2022 که از هر دو طرف بیش از 100 کشته بر جای گذاشت، سازمان دیدبان حقوق بشر گفت این جنگ 100,000 نفر را در قرقیزستان بیجا کرد و هر دو طرف ضمن جنگ قانون‌های جنگی را جداً زیر پا کردند. و قبل سازمان حمله به ماشین‌های غیر نظامیان، حمله به ماشین‌های یاری تعجیلی، استفاده سراسری بمب‌ها، قتل‌های خودسرانه از طرف نظامیان، آتش زدن خانه و زیربنیادها از جمله قانونشکنی‌های دو طرف بوده است. ویرانی در محله‌های زیاد، احتمال رقابت مسلح شوی به پیروزی قطعی برای هیچ طرف احتمالاً انگیزه را برای مذاکرات بین دو کشوری کم بی‌ذاتی منطقه زیاد کرد. اما این مذاکرات به هیچ وجه آسان نبود، به خصوص با نظر داشت سرحد پیچیده دو کشور که روسیه هرگز میل نداشت کاملا مستقل شوند و از آن در هر مسئله باید مشورت بگیرند. سوال دیگری که از همکاران پرسیدم در این باره بود که در قرقیزستان عمدتاً نارضایتی از تصمیم‌های حکومت آشکار است و حالا مثل که در اجرای سازش مرزی مخالفت از طرف مردم و مخالفان سیاسی پیش نمی‌آید. فرو نشاندن این نارضایتی‌ها در قرقیزستان یکی از اولویت‌های کار حکومت پیش از تصویب سازشنامه در پارلمان خواهد بود. اما حکومت صادر جباروف در این سمت اندک تجربه دارد و به قبل آزموده شده است. سال 2022 مخالفت‌ها به سازشنامه نه چندان پیچیده مرزی با ازبکستان یک چالش واقعی برای حکومت جباروف شد. محض پس از همین او راه خودکامگی را در کشورش پیشه کرد. 10 نفر را برای اعتراض بازداشت کردند و به مخالفان نشان دادند که به قول حد خود را بدانند. در تاجیکستان ابراز نارضایتی و به چالش کشیدن سازشنامه مرزی تقریبا ناممکن است، زیرا در دهه گذشته مخالفان سیاسی در کشور به تمام از بین رفتند. اما در حالی که خودکامگی در آسیای مرکزی در حال افزایش است، تأکید بیشتر به همکاری میان کشورهای منطقه روندی مثبتی است که معمولا بدون کمک خارجی صورت گرفته است. علاوه بر راههای بی‌طرف در مناطق بی‌طرف، سازشنامه مرزی چارچوبی را برای مدیریت مشترک از درغات گلونای فراهم کرد که آب رودخانه آقسو در قرقیزستان و اسفره در تاجیکستان را برای بهره برداری دو طرف تقسیم می‌کند. تاجیکستان و قرقیزستان تجربه استفاده مشترک از این درغات را دارند که یک مرکز جنجالی بود و دو طرف آن را از خود شمرده بود جنگ و دعوا هم کردند. بر اساس سازش هر دو طرف یک درغاتی در این مرکز خواهند داشت و سومی را مشترک استفاده خواهند برد. حالا اینجا و زیربنیادهای دیگر چگونه مدیریت می‌شوند باید منتظر ماند و دید. تشکر همکارم طاهری سفر بود که به سوال‌های ما پاسخ میداد.